دیروز یک محقق شویدی به من زنگ زد درباره واقعا میخواهد تاریخ مبارزه نهضت و این تحولات فکری نهضت را پیگیری کند، کارهای علمی بنویسند در اروپا، در جهان نهضت را شناخته است، میشناسند. اما اون گروهی که نهضت را هنوز پورا نشناخته است، برادران این حرف تلخ رو باید قبول کنیم. ما خودمون نهضتی هستیم. ما خودمون رو هنوز نشناختیم. و این مسئله باید اصلاح شود. این مسئله با گفتن، با صحبت، با در روبروی همدیگر نشستن، با انتقاد، با حل مشکلات انشاءالله حل خواهد شد. اما وقتی اون رسیده است که بعضی مسئله رو دیگر آشکار بگیم، اما در صحبت داخلی با خودمان به هیچ وجه زینهار، برادران عزیز، خواهران محترم، زینهار بحث‌های داخلی خانوادگیمان را به بیرون نکشانیم. تحت هیچ فشاری، تحت هیچ شرایط و شعاری، دموکراسی، اصلاح طلبی، عدالت پروری، جسارت، شجاعت، ماشاءالله اینا جای خودشان هست. این هیچ ربطی به یک مسئله داخلی خانوادگی، داخلی حزبی، داخلی گروهی ندارد. بیهوده خداوند عظیم‌الشأن در آیه کریمه را یادم رفت، سوره شاید انفال باشد، میگوید که فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع نکنید، منظور از نزاع در بیرون است، در داخل ماشاءالله تا حدی که میتوانید انتقاد و صحبت و گفتگو کنید، اما در بیرون نزاع نکنید. برای چی؟ فتفشلوا، ناکام خواهید شد در نهایت کار. فتذهب ریحکم، اون نکهت و شهامت و بزرگی شما از بین خواهد رفت. این وصیتی هست، این درسی هست که از استادان، از بزرگان، از گذشتگان تا امروز به ما باقی مانده است. فریب آن که خب یک کس بیاد حالا بگوید که ما در مورد دموکراسی هست، ولی ما در دموکراسی را در عمل نشان میدهیم، اما نه در حرف و در جنجال.